دوستان، خیلی ازم پرسیدن که چجوری یک گیاه رو توی قد کوتاه نگه داریم و پر از شاخه و پر از تاپیهای خوب باشه. در واقع یک گیاه پر ولی با قد کوتاه داشته باشیم. خب توجه داشته باشید دوستان، شما باید این برنامه رو از همون بحث که جوانه زنی میکنید این برنامه رو براش اجرا کنید توی قد کوتاه. یعنی زمانی که گیاه 20 روزشه من اینو تاپینگ کردم روی گره پنجم، یعنی گره اول حذف شد، 2 3 4 میمونه و 5 هم حذف میشه. نتیجهش میشه 6 تا شاخه خوب و الان این جوونه ها خوب رشد کردن و آمادن به انتقال به بستر جدید. و یه نکته برای داشتن یه گیاه پهن و خوب و پر، شما باید یه گلدونی انتخاب کنید که دهنش 2 برابر ارتفاعش باشه. اینجوری گیاه به شما یا این گلدون به شما این اجازه رو میده شما بتونید این تکنیکا رو کامل اجرا کنید. هرچی گیاه رو عریض‌تر کنید تعداد جوونه ها و اصطلاحاً دست و پای گیاه زیاد میشه. الان این 6 شاخه است، من به 6 گوشه گلدان اینو تقسیم میکنم و نتیجه رو میبینیم. خب دوستان نگاه کنید، ما گیاه رو تقسیم کردیم، 1 شاخه، 2 شاخه، 3 تا، 4 تا، 5 تا و 6 تا، در واقع 3 گره میشه 6 شاخه. ما اینا رو تقسیم کردیم به دور گلدان، هر شاخه به یک طرف رفته. ببینید من این تکنیک رو همین جوری ادامه میدم تا این سر شاخه برسه اینجا. اون موقع با این سر شاخه رو نگه میدارم، از اینجا رشد میکنه میاد بالا. توی این فاصله که تا برسه لبه گلدون تموم این جوونه های اینجا اینا همه رشد میکنن و مثل سر گیاه رشد میکنن میان بالا و محصول میدن. اینجوری میشه که یه گیاه خوب عرض خوبی پیدا میکنه، زیاد قد نمیکشه و بار خوبی میده. موفق باشید. خب دوستان نگاه کنید، بعد از 4 هفته گیاه چقدر پر شده و پر از شاخه و جوان.